شعر میگه که ما رو بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب دیدن جهنم است. در صحبت مردم عارف، مردم با فراست، با فرهنگ، با تدبیر، با خرد نشستن، این برای هر یکی ما شما افتخار است. در همین بین نمایندگان تمام ساحه‌های حیات جمعیتی هستند. هر یکی شما در جاده خود یک موقع مرتبه خود داره. همه شما خدمت کرده هستید. واقعا انسان باید که همین جهان معنوی خودش زیبا کنه. یعنی جهان معنوی زیبا کردن با چی است؟ با شخصان فرهنگی نشستن در کار، صحبت خوش کردن در کار، از چی میگم تمدن گذشته و از تمدن امروزی دنیوی باید با خبر باشیم. واقعا من بسیار افسوس میخورم بعد سفر گروهی کاری تحت رهبری اکوی عزیز نرفتم. بسیار اظهار پشیمانی میکنم. اون نواره که چندین وقت اینو در شبکه اجتماعی موندن واسه که ببینم من فقط میگم گرگو تلا کردم. یک بار دیگر سالی نو به همه شما مبارک باشد. سالی بخواسیه شود. سالی چی میگن عملی گشتن اردو و ارمان‌ها و خواستهای دیرتون باشد. سال نو به همتون تبریک. آباد باشید. دوستای عزیز، اکاهای عزیز، باعث افتخار است با اهل سخن و با اهل ادب و با اهل همین هنر نشستن. این افتخار است. خیلی که اکاها گفتن از سخناشو برمیاد که همه بسیار یک ذوق بلند آدم و آدمگری و ذوق معنی درک کردن و همین چیزهای دارن و من ناگفته نماند که اکای ملازور، اکامم پدری معنوی من از وقتی که از دیار آمدیم در خانه همه اکای ملازور با چند تن استودنت ها تربیت گرفتیم که همین یک راهی راست و راهی باید به ما هدایت کرد. این از تربیتی به واسطه اکای ملازور بود که ما توانستیم که به یک موقع به یک راه و روش زندگی یک من نه بسیار بسیار جانها و خانه اکای ملازور یک خانه بود که اونجا همین از ده که می آمدن راست به خانه اکای ملازور میرد برای که اپی عزیزی من همسرشون اخیش تباری ما دختری امکی من بسیار یک عائله که بودن. همه خیلی انسان ها در جمعیت در حالت حاضره خیلی ضرور خیلی من وای میکنم که همه خیلی انسان ها هر یکی همین ویام همین عین نشست همه خیلی من از همین افتخار میکنم و اهل ادب و چند مراتبه در وصف اکای ملازور رو در یاد گفتگیم که همه خیلی از همین تبار هستم و افتخار هم دارم از اکای میرزا یوسف، از اکای ملا ظهور، از اکای رحمان قل، از اکای میرزا علیم، از اکای محدلی، همه با دیگه همه همینجا اکای دولت اینا. یعنی معنای این ندارد که اکای عزیز برای که همین ما از همین یک آبرف هستیم. خیلی که اکا گفتن خوش آمده نور دیده اکای عزیز. ما همه وقت خیلی که اکا گفتن همین چیز نمانیم که همین وای شود پراکنده شود. این یک چیز بسیار خوب است برای هم جمعیت، برای همه ما و شما که نسل نوی که پیدا شده است یک فهمد از تلفن بیرون شود، یک شعر فهمد، یک آداب فهمد، یک معاشرت فهمد. من به همه شما تنصیحتی گپ دراز نمیکنم. عمر دراز پیش از شما سربری از و ما اتفاق ما تنی صحت خانه آباد. امیدوار هستم که سالهای من بعد باز هم خیلی نشست‌های ما زیاد میشه و محفل ما بسیار به خرسندی انجام می‌شود. سال نوی همه شما مبارک باشد. بعد سخن‌های بزرگان گفتگی، سخن‌های خوب گفتگی، ما سخن کردن ما اصلا که شاید جایز نباشد، ولی اول از چی سر میکنم؟ امروز که سال کهن به آخر میرسد و سال نو وارد میشد، این اقدام بهترین از شما پیش گرفتید که در شب نوشوی سال نو اینقدر مردم جمع کرده. اینم اصلا که بزرگی شما است. همه به سال نو مبارک باشد. گفتن که ای دوستان جانی ما و شما غنیمت، یک لحظه شاد و بیغم با هم بودن غنیمت.
از همه غنیمت ترین وقت برای ما همین ساعت. شاید که همین ساعت دیگر پگاه نباشد یا همین نشست ممکن دیگر تکرار نشود. به همتون تن صحت و خاطر جمع، دل بیغم، سال نو به همه مبارک شود. چون به روز نو رسیدی شکر به اندازه کن، تا توانی قلب خود را از بدی ها تازه کن. بگذار که در بین ما یگان فکر بد، روز بعد، زندگی بد نباشه. همه وقت زندگی عمر ما همین خیلی درگیر دسترخوان در نزد دوستان با سر بلند باشد. به سرور جمع آمد ما ملا ظهور طاهری که نه از گرمی نه از خنکی از یگان چی ترس ندارن، در همه جا یک رو یک قول هست. ما در مسکو وقتی که در شب سال نو همین تمی آمدیم، همین یک اهه میگفتن، نیمی خلقی و یک طرفه میشد، همین راه برای ما شده بود. من راست چند وقت همسفر و همخوابه شدیم. من حقانه انسان به درجه انسان بودنشون به قائل شدم که برای این کس تو وزیری، تو یک آدم کوچگی یا یک تو استودنتی همه یک هست. برای اینو فرق نداره. انا در اینترنت شعرهای اکوم بسیار میخونم، درجه عالی ترین سخن شعرشون. اکنون من ممکن که خطا کنم که در پای لایق دیگران شعرشون ممکن باشه، اکنون این دید من. ولی یک خواهش دارم با وای خوشبخت جان که همین سرور دارن حاضر، همین حافظای شعر زنده میکند، حافظ همکاری کنن شعر همینا تیان حافظای نامدار خود همه سطح بلند باشد. ما به هر دویتونم برای کشایش ما وعده دادیم که از پشت شما اگر 150 بروید ما هم عقفای شما رفتن میگیم. مولانا خطی همون شیخ عطاری ولی بیرونی باغ با وا میخورن، هیچ از وا خوردن شیخ عطار حولشون بشه دیگه. یکی کس پرسیدنی که من دورین حولت دارم یا ندارم، بگم که تو آن شاهی که در ایوان قصر کبوتر گرنشیند باز گردد، بازم غریب مستمند بردر آمد درآید اندرون یا باز گردد. و آدم از درون میگوید که درآید اندرون مردی سخندان که با من یک دمی همراز گردد. اگر ابله بود آن مرد و نادان به آن راهی که آمد باز گردد. همین من ایرانی ها خیلی کم کنه. آفرین به تماشای جمالت دیده بی ناغلط، به تو در بزم محبت عشرت دنیا غلط. به وفایی داشتی من هم ادای تو شدم، خوب رویان را سزای ناز استغنا غلط. خوب رویان را سزای ناز استغنا غلط. 100 هزاران دفتری من نوشتم سالها، خط غلط، معنی غلط، املا غلط، ایشا غلط. نخل قدش را بسد خون جگر پرورده‌ام، صرف کردم دوره‌ام جوانی ها غلط. صرف کردم دوره جوانی ها غلط. قول دانا اعتبار نسب شی جاهلم، می غلط، ساقی غلط، ساغر غلط، مینا غلط. افگاری هف قدر و قیمتت معلوم نیست،
زندگانی در میان مردم رسوا غلط، زندگانی در میان مردم رسوا غلط. این مرا دل ز غمت ناله جان شیدای، این مرا دل ز غمت ناله جان شیدای، تا مرا گوشه نشین کرد غمی تنهایی. یک شب شمع بتان سوی من غم زده آی، که در این کلبه غم سوختم از تنهایی، که در این کلبه غم سوختم از تنهایی. دامنت ناز مکش تا نزدم خاک بسر، زلف بر باد منه تا نشوم شیدای. ای مرا دل ز غمت ناله جان شیدای، تا مرا گوشه نشین کرد غمی تنهایی، تا مرا گوشه نشین کرد غمی تنهایی. خانه تنگ پدر تخت سلیمانی من است، مادر پیرم در آن هر لحظه مهمانی من است. خانه تنگ پدر تخت سلیمانی من است، مادر پیرم در آن هر لحظه مهمانی من است. با سفیدی سرش بخت مرا کرده سفید، قوتی جان مادر بیمار و کم جانی من است. با سفیدی سرش بخت مرا کرده سفید، قوتی جان مادر بیمار و کم جانی من است. دادر و خواهر برفته سوی منزلگاه خود، مادری من تکیه گاه حضور درمانی من است. هر سحر من آب ریزم بر کفی دستانی او، چین پیشانی او سر بیت دیوانی من است. هر سحر من آب ریزم بر کفی دستانی او، چین پیشانی او سر بیت دیوانی من است. خانه تنگ پدر تخت سلیمانی من است، مادر پیرم در آن هر لحظه مهمانی من است. خانه تنگ پدر تخت سلیمانی من است، مادر پیرم در آن هر لحظه مهمانی من است. با سفیدی سرش بخت مرا کرده سفید، قوتی جان مادر بیمار و کم جانی من است. با سفیدی سرش بخت مرا کرده سفید، قوتی جان مادر بیمار و کم جانی من است. لحظه گردور گردم
گریه های زاری و سرمزه بر جان من است. مادرم تاج سرم یوسف در درگاه توست، میره پاکت جاویدان خورشید تابانی من است. مادرم تاج سرم یوسف در درگاه توست، میره پاکت جاویدان خورشید تابانی من است. خانه تنگ پدر تخت سلیمانی من است. مادر پیرم در آن هر لحظه مهمانی من است. خانه تنگ پدر تخت سلیمانی من است. مادر پیرم در آن هر لحظه مهمانی من است. با سفیدی سرش بخت مرا کرده سفید، قوت جان مادر بیمار و کم جانی من است. با سفیدی سرش بخت مرا کرده سفید، قوت جان مادر بیمار و کم جانی من است. رحمتی کلام برای وقت خود که من دوستا آمادگیتون همین دیدار دیدن این تفاوت است. یک نوا از 100 دوا هم بهتر است. من امروز جشن جوربک نوشتم که شیرعلی جوربک مرادов من سرتیفیکت بهترین طبیب خلق تاجیکستان رو دادگی. شرط نه که شما دارو خورید پیش دکتر روید دیگر در صحبت نقص. من نوشتم که سخن گر نیک باشد بس دوایی است، به درد دل دوای بی‌بهایی است. یک سخنی گنده زنید آدم میرنجد، کسل میشد، بیمار میشد. یک سخنی نقص آدم توبت میکنه. جمع قوت در وصف من نویسنده بود کاردیت سنتر خواب کلیش که سخن گاهی گزد مانند آرو، سخن گاهی بگیرد جای دارو. هر آن زخمی که از تیغ زبان است دوایش هم سخنهای روان است. امروز همین در بین ملت ما همه گندگی همین بدبینی، بخیلی، حسودی، ناتمام بینی، یک گیرش چشم دید ندارد. یگان تش اهمیت ندید. فقط گوید تو آدمی ناس پیش میری سلامتی ناس. همین گنده گفتید انرژی منفی شما تاثیر منفی است. در سال نو ما همه شما میخوام که فکرتون سالم باشد، عقلتون سالم باشد، روزی کم نبینید، غم نبینید. نماز آنالیز کردم ها اینوش 15000 کتاب هم بردم کتاب مینویسم. سرافنا سینو کتاب نمینویس نامی هیچ کی نمیدونست. درسته؟ از روی اثرها از روی استاد میرزا باباجان چندین کتاب‌های نوشتن این کس هیچ کس نمیدوند. از روی کتاباشو می‌نویسن که استاد پروفسور دیگر چیز. هم پول داشته امروز هست پگه نیست. من با همه شما صحت سلامتی عمر دراز آسمان صاف بخت اقبال تمنا دارم. خانه‌ها و تینجوی امانی باشد، صلح در تمام جهان پایدار باشد. هیچ وقت روزی کم و غم نبینید. 100 سال شد این برنامه ما نیتی نقض نیست به دولت. اگر خواهید که 100 سال اون بینید نیت کردید که زیاد خوردن در کار نیست، چیزای عملی کردن در کار حتما عمر دراز می‌بینید. سلامت باشید، 100 ساله شوید. سال 2026 با تمام اعضای اتفاق نویسنده‌های بین‌المللی و طبیبان اعضایان اساسات طبیبان خلقی جمهوری تاجیکستان مبارک باد. عمر دراز بینید، 100 ساله شوید، روز کم و غم نبینید. آمین. یا دعای پیشم کنم. ای باز خدای عرش کرسی 6 چیز به ما عطا فرستی: علم و عمل و فراختستی، ایمان و امان و تندرستی. همه تا سلامت باشید، عمر دراز بینید، 100 ساله.